سرودهای ملی هر دو کشور هم صدا دادند. دوستان ارجمند، با یک غرور و ناموسی بیاندازه بازیگران منتخب تو 20 ساله کشورمون آن را زمزمه کردند، خواندند و اکنون میتوانند بهترین بازی را نشان بدهند. تو ما و شما شاهد یک بازی جالب و دیدنی در اجرای بازیگران جوان کشورمون می‌گردیم. امید از این بازیگران خیلی زیاد است. ما از آنها در آینده میتوانند شرف فوتبال میهن را در مسابقه فراقروی و جهانی البته حمایت بنمایند. برای همین هم خیلی لازم و ضرور است تا نتیجه برای آنها خوب باشد. حداقل در همین رقابت این زمان بیاید متوجه میشویم به هیئت منتخب جوانان تو 20 ساله تاجیکستان که شاگردان رحمت الله فضیلوف چنین هیئت دارند. تغییرات به فرق از بازی گذشته البته اینجا زیاد دیده میشوند و مرحمت خودی رحمت الله فضیلوف اکنون در اکران شما قرار دارد. موضوع دسته را راهبری میکند و کوشش میکند تا با این فوتبالبازان به نتیجه خیلی خوب نایل بگردد. همکنون متوجه میشویم به هیئت منتخب ایران که با چنین هیئت به میدان وارد میگردند. اینجا هم البته تغییرات به فرق از بازی گذشته دیده میشوند و علی دوست میر بازم در هیئت چند فوتبالباز نو را امروز به میدان میتواند وارد بگرداند. خب بازی امروز میتوان گفت که رقابت برای زینه دوم یا خود برای مدال های نقره مسابقه مذکور هم هست، چون که یک بازی دیگر امروز برگزار شد در بازی آخرین مسابقه کاف و در رفت همان رقابت که منتخب افغانستان و ازبکستان به میدان رقابت وارد شدند. فوتبالبازان کشور ازبکستان بازیگران جوان این تیم توانستند با حساب 4-0 غلبه خود را به دست دارند و با همین ترتیب اکنون منتخب ازبکستان جای یکم را در گروه مذکور یعنی در گروه مسابقه از خود کرده است. دستای دیگر امکانیت ندارند تا با منتخب ازبکستان خلل وارد بنمایند. اگر ازبکستان مغلوب نگردید در این صورت امکانیت ها پیدا میشدند برای دستای دیگر، علاوه خصوص برای ایران هم. ولی این رقابت را میتوان رقابت برای زینه دوم اشاره کرد و اگر منتخب تاجیکستان تواند در همین رقابت غلبه خود را بر فوتبالبازان کشور ایران بر بازیگران جوان این مملکت به دست دارد، پس این معنی را خواهد داشت که دسته ما امکانیت دارد تا زینه دوم را در مسابقه مذکور مال خود بنماید. چون که دسته ازبکستان علاقه غالب مسابقه گردید. این زمان که تاجیکستان با ایران بازی خود را در ورزشگاه تالکو آرینا شروع میگردانند، در صورت غلبه دسته تاجیکستان شاگردان رحمت الله فضیلوف جای دوم را مال خود میکنند. در صورت مساوی و یا باخت جای دوم ایران میشود. دسته ما باشد زینه سوم را از خود میکند. یعنی طور اشاره کردیم رقابت مذکور برای به دست آوردن مدال های نقره مسابقه هم محسوب می شود. برای همین هم کوشش کردن لازم است، اگرچه اینجا امکانیت برای بازیگران چه ایران چه تاجیکستان برای قهرمان شدن در مسابقه هم نباشد، ولی دسته مذکور کوشش خود را هر دو دسته میتوانند کوشش های خود را برای غلبه بیشتر بنمایند. خب بیایید اکنون ما متوجه شویم به هیئت اساسی هر دو دسته که چگونه فوتبالبازان امروز به میدان وارد گردیدند و آغاز میکنیم البته از منتخب تاجیکستان که هیئت اساسی به طور ضعیف خواهد بود. رقم 1 ابوبکر محمودوف، بعداً فوتبالبازان دیگری که اینجا یک پرتاب خیلی خوب بعد و خیلی جریمه گارمان کرده می شود. خاطر رسان میکنیم که بچهای ما با پیران های سفید این زمان در میدان هستند و بازی کرده ایستادند. اینجا هجوم بازیگران ایران به نظر می رسد تو برآورده می شود. بسیار هجوم خوفناک هم بود و در نهایت کار میتوان گفت که اون برطرف هم شد. خب ابوبکر محمودوف گفتیم تحت رقم 1، بعدا رقم 5 در میدان
خب نعمت‌الله زاده بازیکن ایستاده است. فوتبالبازی که میتواند در خط دفاع بازی بهتر داشته باشد در رفت رقابت امروزه. بیاید به حمله متوجه شویم که میتواند هجوم خیلی خوب باشد. خب کاپیتان دسته برکت الله نعمت‌الله زاده رقم 5 است، رقم 2 بختیار غیورов، رقم 3 خب حاجی عبدالمنان، رقم 4 دلوار جمشید زاده، تحت رقم 6 شیرافغان سعیدов بازی میکند، رقم 12 شعبان نعیمов، رقم 14 مهربان حمیدов، تحت رقم 15 فرهاد امیری در میدان است، رقم 18 نوردین اوریون مهری نوردین و رقم 20 یونس اسمت‌اللهیف. اینها بازیکنان منتخب تو 20 ساله مملکت ما بودند. و اکنون متوجه میشویم با فوتبالبازان هیئت اساسی در منتخب تو 20 ساله های ایران. رقم 12 دروازه‌بان ارشیا رستیغ کلاهی، تحت رقم 6 مبین دهنم بازی میکند، رقم 3 اوریون توربتان نژاد، رقم 4 سیاد مرتا حسینی، رقم 5 نیما احمدی، رقم 8 افشین صادقی، رقم 10 رضا میرزایان، رقم 11 بیاد توجه کنیم به این حالت. ضربه به طرف دروازه اجرا می شود. خیلی وضعیت خوب، خیلی امکانیت عالی، خیلی ضربه خوب به طرف دروازه روان کرده شد و اینجا توپ پلوتر از دروازه از میدان بیرون می شود. بار دیگر می توانیم متوجه شویم که چگونه حاجی عبدالمنان این ضربه را اجرا نمود و ضربه کمی دورتر از دروازه رفت. خب رقم 11 علی اصغر شیخ الاسلامی، رقم 14 امیر حسین محمدی مرم، رقم 17 عباس خریزی، رقم 23 باشد سیاد محمد رضا میر شفیع در میدان هستند. طور گفتیم علی دوستمیر در دست مذکور سرمربی است و او داوود انوریستانی کمک میرساند و دختری دسته باشد عزت محمد می باشد. خوب سرمربی منتخب تو 20 ساله تاجیکستان رحمت الله فضایلوف است، به او کمک میرساند یوسف ربیف، همچنین یک یاور دیگری کمال جان ارتقوف است و دختری دسته سید احمد نیاززاده. خب دوران بازی امروزه را هم با شما آشنا میکنیم. فردوس نوسفرов بازی مذکور را حکم میکند. دو از کشور ازبکستان است. هموطنش ابازبek عبداللهیف از یک کنار به کمک میرساند، از کنار دیگر باشد داور از کشور افغانستان سداد سعید منگلایی کمک رسانی است و داور اتیوتی رقابت باشد از کشور ترکمنستان است ارسلان گوشانوف. کمیسر بازی از کشور ترکمنستان اورز محمد گلدیف بیاد متوجه شویم بین هجوم. ضربه به طرف دروازه، یک ضربه دیگر و توپ پلوتر از دروازه از میدان بیرون می شود. خب و ناظر داوران جهانگیر سعیدوف از کشور ازبکستان است. توپداری فوتبالبازان کشور ایران اینجا به نظر است. توپ از میدان بیرون می شود از اوت. توپ خیلی دور اینجا پرتافته شد. کوشش های نوبتی بازیگران ایران، ضربه هم زده می شود و توپ پلوتر از دروازه اینجا از میدان بیرون شد. اشاره می شود که ضربه کنجی باید باشد و بیاید با صحنه تکرار متوجه شویم که واقعا بود یا نه. ضربه را بازیگر رقم 6 به طرف دروازه اجرا کرد. مبین دهقانی پرتاب به داخل جریمه‌گاه و دروازه‌بان ما اولین شده توپ را میگیرد. ابوبکر محمودوف میتواند در آن را وارد بازی بنماید و رقابت شروع بگردد. خب این دروازه‌بان جوان در رقابت با منتخب ازبکستان در میدان نبود، چون که در 20 ساله‌های کشورمون
дар бисёре аз рақобатҳо ҳамчунин дарвозабони асосӣ Сунатулло Исмоилов ба ҳисоб меравад ки дар рақобат бо Ӯзбекистон ҳам аз ҳамин бозигар ба майдон ворид шуда буд. сол ба хати ҳуҷум раво мешавад. кӯшишҳои бозигарони мо зарба ба маркази майдон. инҷо бозигарони Ром талош карданд ва тӯбро гирифтан тавонистанд. пас ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо кӯшишҳои хуб Али Асғар ва тӯб берун аз майдон мешавад. аут ба нафи мост. дар хати дифоъ тавонистанд футболбозони мо бозии беҳтарро нишон бидиҳанд ва вазъияти мазкурро бартараф намоянд. хуб бояд донист ки ҳамин мусобиқае ки айни замон ҷараён дорад чаҳорумин чемпионати асотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ байни дастаҳои ҷавонони то 20 сола ба ҳисоб меравад ки бисёртар бозиҳои мазкур бештар дар як варзишгоҳ баргузор мегардиданд, яъне ё дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ё дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ. вале акнун мушоҳида мекунем ки дар варзишгоҳҳои дастаҳои дигар ҳам бозиҳо доир мегарданд. барои мисол ҳамин варзишгоҳ, яъне Талко Арена, варзишгоҳи хонагии дастаи Регартадаст маҳсуб мешавад. чаманзори онро шумо мутаваҷҷеҳ ҳастед ки чаманзори табиӣ мебошад, сабзаи табиӣ, яъне сабзаи сунъӣ нест ва барои бархе аз дастаҳо инҷо метавонад осонтар бошад ва қулайтар бошад бозӣ кардан. و فراموش نمیکنیم دوستان عزیز که اولین مراتب امسال کاف بین دسته‌های کلانسالان برگزار می شود، یعنی بین دسته‌های اساسی، بین اون دسته‌های فوتبال مردانه که در کشورهای آسیای مرکزی البته تیم‌های اساسی با حساب می‌روند. الکی برخی از دسته‌ها هیئت خود را معلوم کردند. امسال با نام کاف نیشنز کاپ 2023 این مسابقه اعلان شده است، با همین نام برگزار می شود و سرمربی منتخب تاجیکستان با فوتبال پیتر سگرت الکی هیئت تیم ملی تاجیکستان را برای شرکت در مسابقه نام برده اعلان کرد و ستاد مربیان تیم ملی تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر سگرت هیئت تیم ملی را برای مسابقه مذکور که تحت سرپرستی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی برگزار می شود اعلان نمودند و برای هیئت منتخب تاجیکستان جهت آمادگی و شرکت در جام ملت‌های اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی 26 بازیگر از آن جمله 3 دروازه‌بان، 10 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر دعوت کرده شدند یا شامل گردیدند. و دسته منتخب تاجیکستان الکی روز 29 مای یعنی پگاه آمادگی خود را به مسابقه کاف نیشنز کاپ آغاز میکند.
ва тавре медонем аз 31 май соли ҷорӣ тими миллимо ба шаҳри Тошканд сафар карда онҷо ҷамъомадҳои тамринӣ хоҳад гузаронд. аз по меафтад бозигари кишвари Эрон қоидаи бозӣ вайрон шудааст. мухлисон дар варзишгоҳ қарор доранд ва бояд фаъолона дастгирӣ кунанд то дар рақобат бо чунин дастаи сарсахт футболбозоне ки дар майдон ҳастанд овози мухлисонро бишнаванд ва рӯҳияи нав гиранд. вазъияти стандарти ин ҳам бошад ба нафи бозигарони кишвари Эрон. зарба иҷро мешавад ба тарафи дарвоза ва дар мавқеи дуруст инҷо қарор дошт. Абубакр Маҳмудов тавонист ин вазъиятро бартараф бинамояд. прессинги футболбозони дастаи Эрон ба назар мерасад. тӯб аз маркази майдон мегузарад, вале инҷо бозам футболбозони кишвари Эрон тӯбро мегиранд ва ба ҳуҷуми навбатӣ мегузаранд. Мубин Деғонӣ Мубин Деғон аст аслан номи ин футболбоз ки капитани мунтахаби Эрон ҳам ҳаст. корти зард нишон дода мешавад ба капитан ба Мубин Деғон ва акнун яке аз футболбозони муҳимтарин дар 20 солаҳои Эрон ки дар хатти дифоъ бозӣ мекунад корти зард дорад. ин метавонад ҳаракатҳои бозигарони моро дар наздикии ҷаримагоҳ осонтар бинамояд. партоб инҷо равон карда мешавад ба дохили ҷаримагоҳ. зарбаам зада мешавад ва дарвозабон бар сурат аввалин шуда ба тӯб мерасад. аршия саркулоҳӣ партоб инҷо ба дохили ҷаримагоҳ иҷро карда шуд. пас ба ақиб бозигарони кишвари Эрон айни замон дар ҳуҷум қарор доранд. ду бозигари моро хеле осон гузаштанд. бояд иҷоза надиҳем. партоб зарба ва дар натиҷаи садгузор ин зарба бартараф мешавад. метавонем ба аксул ҳамла гузарем. пас ба канор ва бозам дар пас додан ва ба дар контраҳамла гузаштан бисёр бозии заиф инҷо нишон дода шуд ва натавонистем ба ҳуҷуми беҳтар гузарем. акнун барало эҳсос мегардад ки таҳти назорати худ қарор доданд футболбозони Эрон ҳамин рақобатро. ҳамлаи навбатӣ имконият барои зарбазанӣ пайдо мешавад. зарба ба гӯшаи поёнии дарвоза ба кунҷи дур ва малҳамат ҳисоби рақобат 0-1 ба нафи бозигарони кишвари Эрон мешавад. ин голро Мирзоён ба самар расон. Ризо Мирзоён бозигари рақами 10 бо пои чап зарба зад ва гол зад. инро мо бо шумо чандин маротиба шунидаем, на танҳо дар ҳолате ки имрӯз гол зада шуд, вале дар маҷмӯъ. рақами 10 бо пои чап гол задан ин дар футбол давоми 17 соли охир як чизи оддӣ буд. инҷо мушоҳида мекунем ки чӣ гуна тӯбро қабул кард Ризо Мирзоён. 3 нафар дар наздикӣ қарор доштанд, ҳеҷ кас садди рӯи зарбазанӣ нашуд. дар чунин ҳолатҳо эҳсос мегардад дар баъзе аз бозиҳо ҳангоме ки мо албатта тамошо мекунем дар сари рӯи зарба худро мепартоянд дифоъгарон ва ин кор медиҳад дар бисёре аз фурсатҳо. зарба бартараф мешавад, вале инҷо бозигарони мо танҳо тамошо карданд.
قاعده بازی ویران کرده شد. یک وضعیت نوبتی استانداردی. نوبت مشاهده میکنیم که میخواهد ضربه را بختیار غیورов اجرا بنماید. ضربه اجرا می شود. این نوبت زمینی بازم بختیار غیورов ضربه زد. ضربهش مستقیم به دروازه رفت ولی با شست و مستحکم روان کرده نشد. دروازه‌بان آن را به خطا و به مشکلی گرفت. امکانیت نوبتی میجویند بازیگران کشور ایران. بازم ضربه زده می شود و بازم رضا میرزاییان. همه میدانند که اکنون همه میدانند که این بازیگر با پای چپ خیلی خوفناک بازی میکند. بسیار ضربه دقیق دارد. میتوانیم بار دیگر توجه کنیم به همین فرصت. خب قبلا در مورد هیئت تیم ملی مملکتمون سخن میکردیم. اونایی که برای اشتراک در مسابقه کاف نیشنز کاپ 2023 دعوت کرده شدند. خب دروازه‌بان ها رستم یتیم و موردین حسنov فردا از استقلال هستند و شاروخ قرغزبایف از خوجند دعوت شدند و آغاز کرده از موقع دروازه‌بان. سر و صداها در سامانه های اجتماعی هم خیلی زیاد پیدا شدند که شاروخ قرغزبایف در موسم جاری بازیش بد هستند، چگونه او باید دعوت کرده شد. همچنین در مورد موردین حسنov هم اونجا بودند. معلوم است که موردین حسنov و شاروخ قرغزبایف و هر دو همچون فوتبالبازان ذخیروی دعوت کرده می شوند. رستم یتیم همچون دروازه‌بان اساسی، ولی به هر صورت شاید دروازه‌بان های دیگری هم بودند که ارزنده می توانستند دعوت خود را پیدا بنمایند به منتخب و حمایتگران چون اینها دعوت شدند. وحدت حنانوف از دسته پرسپولیس ایران، حاتم نظرov از اندیجان کشور ازبکستان، زور جورابویف از نفتی ازبکستان، منوچهر سفرov از لوکوموتیو ازبکستان، مهربان کریمov او در دسته سمگورالی گرجستان بازی میکند، سیاوش اسرارov، تبریز اسلامov، دلیر نظرov، صادق جان قربانov همه از استقلال هستند و خولمراد نظرov از دسته رفشان دعوت گردیده است. یگانه حمایتگر از همین دسته، یعنی از دسته رفشان. از در بین حمایتگران اگر نظر بندازیم، غیر از لگنرانی که دعوت شدند از استقلال هستند و البته یک نفر از رفشان. نیم حمایتگران چنین می باشد. خط نیم حمایت منتخب ترکستان در مسابقه کاف نیشنز کاپ. اونجا پرویز عمربایف از دسته سسکا 1948 از بلغارستان، میربek جورابویف از دسته کدخ از مالایزیا، محمد جان رحیمov از نصفی ازبکستان، کامران ترسونov از تروای هندوستان، خسرو طاهرov از شختیار اوکراینا به هیئت منتخب کشورمان دعوت شد. مرادعلی اقنظرov از دسته انتالیاسپور کشور ترکیه و هم دعوت خود را به منتخب پیدا کرد. خب و بعداً بازیگران استقلال علیشیر جلیلوف، احسان پنجشنبه و علی جان عینی هم از استقلال هستند. یعنی بین نیم حمایتگران پیتر سگرت غیر از داخل چمپیونات، غیر از همین چند بازیگر استقلال که اشاره کردم، دیگر یگان نفر ارزنده را مشاهده نکرده بود تا او را دعوت کند. و حملهگران منوچهر جلیلوف، شیروانی محمدشاه فردا از استقلال هستند. نورالدین همراه خلف از ریگ ارتده است و محمد علی عزیزبایف از دسته حاصلات هم دعوت شده است. ضربه نوبتی به طرف دروازه خیلی ضربه قوی بود. توپ به تیر دروازه عطا رسید. هجوم ادامه دارد.
در مرکز میدان، مگر اینجا قاعده ورانکنی نبود؟ بله قاعده ورانکنی بود و کارت زرد دوم به فوتبالبازان ایران نشان داده می شود. این بعد آریان تربتی نژاد، نه بازیگر دیگر رقم 23 سیاد محمد رضا میرشفیعی کارت زرد میگیرد. بله کارگردان خیلی خوب این حالات را به ما نشان دادن، یعنی نه بازیگر رقم 3 بلکه بازیگر رقم 23 کارت با کارت زرد جزا داده شد. بازیگر ما از جا بالا می شود. این بازیگر رقم 12 در منتخب کشورمان، در منتخب تو 20 ساله ها است. شهبان نعیموف. هجوم نوبتی بازیگران ایران با سرعت بلند به هجوم میروند. پرتاب اجرا می شد با موقع زود و اونجا وارد شده دروازه‌بان ما این حالت را برطرف میکند. توپ را میگیرد ابوبکر محمودوف. در مرکز میدان یک بازیگر ما این زمان در زمین خوابیده است، ولی صدای که داور آرام باشد. توپ که در اختیار ما بود، داور ازبک فردوس نورسفروف رفت بازی را منع کرد و رفت تو از سلامتی دو نفری که در زمین خوابیده بودند واقف بگردد. آنها در کدام حالت قرار دارند. از دسته ما بختیار گیورف این زمان در میدان خوابیده است. نماینده جنسی لطیف هم در ورزشگاه حضور دارند، بازی را تماشا میکنند و در ورزشگاه های مملکتمان باید شماره چه جنسی لطیف و چه جنسی مرد زیاد باشند تا بازی را تماشا کنند. در همسایه کشورها همین طور هم هست. مثال در کشور ازبکستان ما اگر بگویم اونجا شماره زیاد مخلصان که هم مردان هستند، هم زنان هستند، هم پیران، هم کلانسالان، هم جوانان، هم میانه سالان، همه هستند. خلاص همه طبقه های جامعه، هم سن و سال نابسته به جنس، نابسته به سن و سال در ورزشگاه قرار دارند و دسته را طرفداری میکنند. هم در مسابقه چمپیونات آسیا بین جوانان تا 23 ساله، یعنی بین دسته المپی همین چیز به نظر رسید و هم مسابقه بین جوانان تا 20 ساله. پرتاب اینجا می شود به داخل جریمه‌گاه. ارسال به خط هجوم روان کرده می شود. وضعیت خوفناک، تنها ضربه کنجی خواهد بود و خلاص. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، امکانیت خوب برای ضربه زدن پیدا شد.
حالا دسته ران بازم با سرعت بلند جریان دارد. پس به موقع اوزاد امکانیت خوب در بازمان فریب داده می شود. ضربه و حساب رقابت 0-2. بازیگر رقم 17 اینجا اشاره می شود که معزو با زدن گل دست یافت. این باشد عباس کاهریزی. توجه میکنیم خوب بازم خط دفاعی ما خیلی پیش آمد و همین به پیش آمدن ما را بازیکنان کشور ایران خیلی خوب استفاده بردن. بینید که به گل خود یک اسیست دیگر را رضا میرزایان ضم میکند. خیلی ضعیف خط دفاع ما بازی کرد و باید اقرار شویم که کمبیناسیون فوتبالبازان ایران هم در سطح عالی بود. یعنی همه در وقت و ساعت معین خود کارش را اجرا کرد. در وقت ضروری پاس دادن، هیچ کس رفت هجوم را کشال نداد. حمله نوبتی ما پس با کنار باید جواب دندان شکن گرداننده باشه. یونس اسمتاللویف پس با کنار در داخل جریمه کوشش حاجی عبدالمنان. پس با داخل جریمه اینجا امکانیت ضربه زنی هم بود ولی پیش از این لکه صدا شگیدوار بلند گردید. خب تغییرات در هیئت منتخب تاجیکستان دوستان ارجمند یک بار از سه فوتبالباز به میدان میآیند. اینها بهروز خوجایف تحت رقم 22. خب بیاید یک بار متوجه شویم. خوشوقتوف اشاره می شود که او به جای اسمتاللویف به میدان میآید. یونس اسمتاللویف از میدان بیرون میگردد. یک بازیگر این فوتبال صد رقم 20 بازی کرده بود. رقم 2 از میدان بیرون می شود. این بختیار غیوروف است و بوبویف تحت رقم 9 این زمان به میدان آمد. این بیلال بوبویف است. بهروز خوجایف رقم 22 و رقم 14 از میدان گرفته شده است. این مهربان حمیدوف است. و جای بازی رقم 22 بهروز خوجایف بازی خواهد کرد و کوشش میکند تا بازی رو بهتر نشان بدهد. و اگر خطا نکنم جاویدان خوشوقتوف هم به میدان آمد. از بازی دست پوران خود معلوم میشود که رحمت الله فوزایلوف و یوسف ربیف دو سابق بازیگران تیم ملی کشورمان راضی نیستند. عموما راضی نیستند. البته در دقیقه 30 اونها بازیگران نو را به میدان وارد میگردانند. از هیئت فوتبالبازان ذخیره حتی انجام نیمه اول را انتظار نشده. از اوتو پرتافته می شود. امکانیت نوبتی می جان بازیگران ایران ولی امکانیت ضربه زنی را پیدا نکردند.
و اکنون با هجوم میگذارند بازیگران ما و در مرکز میدان این حمله هم به نتیجه به انجام رسید. در خط دفاع توانستند شاگردان رمضان فضلوف این وضعیت را برطرف کنند. پرتاب به مرکز میدان، یک هجوم خوب نداشتیم تا همین دم. معلوم است که بازیگران ایران رفت بازی را با پرگی تحت کنترل خود قرار دادند و امکانات به ما نمیدن، ولی باید کوشش نماییم که حداقل در بازی اخیر برای مخلصان بازی زیبا نشان دادن را. وضعیت خوب استانداردی ارسال با داخل جریمه روا می شود ضربه، ولی این بازم یک ضربه بود که به طرف دروازه نرفت و یگان خوف و خطر را ایجاد نکرد. پس با عقیب کوشش های نوبتی بازیگران ما در خط حمله این بازی دیده می شود. پس بلال بابویف ارسال با داخل جریمه و بازم کورتو ضربه زنی نرسید. توپ را میگیریم در مرکز میدان. کوشش های خوب اینجا البته کرد شریفگان سعید، ولی توپ را از دست داد و اکنون یک حمله خوفناکترین در اجرای بازیگران کشور ایران، ضربه به طرف دروازه. بسیار هم ساده فوتبالبازان ما را فریب میدن همسالان آنها از کشور ایران. شریفگان سعیدوف توانست اینجا بهتر بازی کند، توپ را به مناسبانش برساند. حمله خوب بازیگران ما امکانات برای سربازانی باید پیدا شود. پس به خیلی نه آنقدر خوب و بازم کورتو ضربه نمیرسد. همین یک دو مرتبه که به داخل جریمه‌گاه رقیب رسیدیم اونجا هم کورتو ضربه نرسید.
پرتاب با داخل جریمه‌گاه کوشش هستند از جانب بازیگران ما ولی بازم به نتیجه. بازم یک وضعیت معمولی به نفع بازیگران کشور ایران. از این موقعیت میتوان ضربه هم زد به طرف دروازه، هرچند فاصله دور هم باشد ولی میتواند زمین موقع بازیگر رقم 4 در منتخب ایران ضربه را اجرا کند. این سعید امیرطاها حسینی است. ضربه اجرا می شود. ببینید که چگونه ضربه سخت ولی در برابر سخت بودن ضربه نادقیق هم رفت. توپ را با این نوبتی بازم در خط دفاع نه آنقدر بازی باورناک. ضربه به طرف دروازه، این ضربه در نتیجه صدگذاری برطرف شد. بازم رضا میرزایان هر طوری که میخواد فریب میدهد و در نهایت بازیگران خط نیمه حمایه و هجوم به کمک دفاعگران آمده این وضعیت را برطرف کردند. حمله خوب فوتبالبازان ما. هجوم تا همون وقتی که بازیگران ما در خط حمله بیشتر هستند باید هرچی زودتر تو به همدیگر رسانیده شود. پرتاب به عقب امکانیت برای ضربه زنی باید پیدا شود ولی نه، اینجا هم کورت و ضربه زنی به طرف دروازه نمیرسد. اگر حمله تو به خاتمه تو به حداقل تو به ضربه زنی رسد، چون این حمله را میگویند که به خاتمه منطقی خود رسید. ولی هجوم‌های بازیگران ما یکمش که کم شمول هستند، دومش که تو به همون خاتمه منطقی خود نمیرسند. پرتاب با داخل جریمه امکانیت برای ضربه زنی میجویم و دروازه‌بان اینجا اولین شده به توپ میرسد. اندک آسیب هم برداشته است این بازیگر. و ما شما در صحنه تکرار بار دیگر مشاهده کردیم که چه حالت آنجا رخ داد. هجومی نوبتی بازیگران ایران.
توسط کانون اولاد جریان دارد و میبینیم که خوب اینجا بازیکر با گذاشتن بدنی خود برکت الله و نعمت الله زاده و این وضعیت به نتیجه به انجام رسید. توبرابوی خوب در نزدیکی جریمه کشور ایران و دیگر این هجوم جریان نگرفت. حمله بازیکن ایران توسط کنار جریان دارد و در خط دفاع توانستیم بازی بهتر نشان بدیم. بود همین طور به مانند چند دقیقه اخیر که در خط دفاع بازی میکنیم، یعنی در بودن تو با موفق هستیم. این میتواند قدم اول در بازی خوب بازیکنان ما در خط دفاع باشد. ارسال به خط هجوم، مبارزه حمله‌گر. تو آخر کوشش کرد اوریون میری نوردین ولی او هم موفق نگردید. حمله خوبی بازیکنان ما، پرتاب به نزد جریمه. ارسال به عقیب. اینجا کوشش کرد البته شعبان نعیموف ولی بازم تو برو به حمله سگانش نتوانست که برساند. اگر خطا نکنم یک حرکت نوجو هم کرد، یک حرکت زیوتی. اینجا قاعده بازی ویران کرده شد. بله این چیزها معلوم بود. بر ضد حاجی عبدالمنان قاعده ویران کنی بعد چشم رسید. آماده می شود خود حاجی عبدالمنان برای اجرا کردن ضربه. میتوان از این موقع کوشش ضربه مستقیم را زدن کرد. 45 دقیقه اساسی نیمه اول اکنون به اتمام رسیدند. پرتاب اجرا کرده می شود به داخل جریمه گاه. هیچ کس باز نتوانست اینجا ضربه بزند. 1 دقیقه زم کرده شده است به وقت اساسی نیمه اول. حمله خیلی خوبی بازیکنان ما. پرتاب به نزد جریمه گاه میتواند امکانیت پیدا شود. از پا میفتند دو فوتبال بازی ما ولی اشاره میگردد که قاعده بازی ویران نشده است. همین طور قسم اول رقابت دستای تاجیکستان و ایران و انجام میرسد. در نیمه اول 2 گل را به دروازه خود ما سر دادیم. 1 گل را بازیگر رقم 10 میرزایان ریزو به نام خود ثبت کرد و 1 گل دیگر را از پس خود میرزایان ریزو توانست عباس کاهریزی به نام خود ثبت کند. نیمه دوم را منتظر میشویم. بازیگران ما در قسم دوم میتوانند بازی بهتر را نشان بدهند. با ما باشید.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم و ورزشگاه تالکو آرینا به قسم دوم رقابت دسته‌های تو 20 ساله تاجیکستان و ایران که این دسته در بازی اخرین چمپیونات اسوسیاسیون فوتبالی آسیای مرکزی بین هم رقابت میکنند، یعنی چمپیونات کاف و حساب رقابت بعد از قسم یکم دیدار 0-2 است. فوتبالبازان کشور ایران پیشرو هستند. در نیمه یکم ما شاهدیان گردیدیم که اولتر از همه توانست با زدن گل بازیگر خوب کشور ایران فوتبالباز رقم 10 رضا میرزایان مشرف شود و بعدا رضا میرزایان مؤلف ارسال گل بخشا شد. او پس گل بخشا داد و فوتبالباز رقم 17 عباس کوهریزی توانست با زدن گل مشرف بگردد. پرتاب با داخل جریمه اینجا اجرا میگردد، میتوانست یک لحظه خیلی خوفناک به میان آید. پس با عقیب بازیگران ما در نیمه دوم باید کوشش بیشتر بنمایند برای موفق شدن خود رسا میکنم که مسئله قهرمان در این چمپیونات کاف الکی معلوم است. بعد از آن که با حساب 4-0 دسته ازبکستان توانست بر 20 ساله افغانستان غلبه به دست آورد، آنها قهرمانی را در مسابقه مال خود کردند و همین بازی باشد رقابت برای زینه دوم است، یعنی رقابت برای مدال های نقره مسابقه. اگر تاجیکستان تواند در این دیدار دست بالا شود، این معنی را خواهد داشت که ما زینه دوم را از خود میکنیم. اگر تاجیکستان بازی را با باخت انجام بدهد و یا خب تاجیکستان بازی را مساوی هم کند، در این صورت جای دوم را تیم 20 ساله ایران خواهد گرفت. تغییرات در هیئت خب تاجیکستان هم و در هیئت ایران هم در آغاز قسم دوم دیده می شوند. در هیئت خوب 20 ساله تاجیکستان ما مشاهده کردیم که به میدان خوب محمد عبدالهادف در رقم 16 آمد و این زمان شما می توانید او را متوجه بگردید و در خط دروازه ایستاده است و ابوبکر محمود باشد از این موقع گرفته شد. توجه میکنیم به هجوم، پرتاب اجرا میگردد به داخل جریمه و توپ را برآورده توانستند بازیگران ما. و همچنین خود رسا میکنیم که در قسم اول رقابت تغییرات در جریان آن بودند. رحمت الله فضلوف به میدان بروز خوجایف و با بلال بوبایف را وارد کرد تا رفت بازی بهتر بگردد و هجوم خوفناکتر و خوفناکتر شوند. و همچنین جاویدان خوشوقتوف هم در قسم یکم بازی به میدان آمده بود. خلاص در قسم اول رقابت خوشوقتوف جاویدان به میدان آمد، همچنین به میدان بروز خوجایف وارد گردید و بلال بوبایف. این بازیگران در نیمه دوم باشد وارد میدان شد فوتبالبازی دیگر محمد عبدالهادف بازیگری که در خط دروازه ایستاده است. یعنی 4 تغییرات را الکی ما مشاهده کردیم در هیئت منتخب 20 ساله تاجیکستان و امکانیت تغییر دادن یک نفر دیگر را خواهد داشت در رفت رقابت امروزه رحمت الله فضلوف. تنها یک تغییرات دیگر و همکنون میتوانیم متوجه شویم به آن فوتبالبازانی که در میدان هستند. خب دروازه‌بان نظام رقم 16 محمد عبدالهادف است، او در موقع ایستاده است. در خط دفاع برکت الله نعمت الله زاده تا رقم 5 آنجا بازی کرده ایستاده است. رقم 2 بختاور غیرف هم در میدان است. خب رقم 3 اوجی عبدالمنان هم بازی کرده ایستاده است. همچنین رقم 6 شیروگان سعیدوف هم در میدان. رقم 12 شهبان نعیموف بازی دارد. خوب فرهاد امیری رقم 15 است و 4 نفر دیگری که نگفتم اونها در قسم اول ایواز کرده شدند و البته اوریون مهری نوردین هم در میدان است، بازیگری که تحت رقم 18 بازی کرده ایستاده است و 4 نفری از میدان آمده به جای فوتبالبازانی که اشاره نکردم در هیئت در آغاز قسم دوم رقابت به جای اونها به عرصه رقابت وارد گردیدند.
дар ҳайати мунтахаби Ирон ҳам дар қисми дуввум тағйирот ҳамин шуд ки Юсуф Мизроӣ вориди майдон омад, Мазроӣ дақиқтараш, ва ин футболбоз таҳти рақами 7 айни замон дар майдон ҳунарнамоӣ карда истодааст. Бозио метавонад ба шумо намоён бошад. Ва ҳамчунин ба майдон бозгари рақами 13 Мирмандӣ Маҳдавӣ Аташғон ҳам ворид шуд. Ин футболбоз таҳти рақами 13 айни замон дар майдон аст ва бозӣ карда истодааст. бо назар доштани тағйиротҳо ҳайат ба таври зал аст. Дар шиа хуб сарокулои Тоҳун дар хатти дарвоза истодааст. Футболбозони дигар ки дар майдон ҳастанд Мубин Деғон Риён, Торботи Нажод, баъдан Саид Амиртиҳо Ҳусейни, Нимо Аҳмадӣ, Авжин Содиқӣ, Ризо Мирзоён, Али Азғар, Шейху Саломи, хуб Амирҳусейн Муҳаммади Марам, баъдан Аббос Коҳризӣ, Саёд Муҳаммадризо, хуб ва бозгароне ки ба майдон омадан онҳоро малакай ба шумо гуфтам. Футболбоз таҳти рақами 7 Юсуф Мизроӣ ва ҳамчунин бозгари дигар рақами 13 Нормандӣ Маҳдавӣ ки ин футболбозон айни замон дар майдон ҳастанд. Саморабии мунтахаби тоби солаҳои Тоҷикистон Раҳматулло Фузайлов аст ба Юсуф Рабиев дар ин кор кӯмак мерасонад. ҳамчунин Камолҷон Ортиқов як ёрдамчии дигари ост. самарабии мунтахаби бисолаҳои Ирон бошад Али Дӯстимер мебошад, ба Муҳаммад Маҳдӣ Ғафорӣ ва Довуд Анбаристонӣ кӯмак мерасонанд. аз авто партофта мешавад. Бозгарони мо бояд кӯшиш кунанд то ҳарчи ва бозиро умуман аз назди дарвоза, аз назди ҷаримагоҳ ва аз нима майдони худ дуртар созанд. хуб довари бози имрӯзаро ба шумо шинос мекунам. ин Фирдавс Нурсафаров аз кишвари Ӯзбекистон мебошад. ба ӯ Абдуллоев Вазбек аз як канор ҳамватаниҳо кӯмак мекунад ва як нафари дигар аз кишвари Афғонистон аст, Суддо Саид Манглоӣ ки ӯ аз канори дигар кӯмакрасони ин довар аст. ва довари итодӣ бошад аз кишвари Туркманистон аст, Арслан Гошанов. ҳуҷуми бозгарони мо партоби ғайруф ба дохили ҷаримагоҳ, имконоти зарбазанӣ аз зарба зада мешавад, вале на ба тарафи дарвоза, балки куллан ба ҷониби дигар. метавонем боригар мутаваҷҷеҳ шавем ҳамин ҳамла ба ҳуҷуми маънодор монанд буд, вале тавре мушоҳида кардем ин ҳамла бенатиҷа ба анҷом мерасад. дар бозии даври чоруми чемпионати ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ миёни дастаҳои ҷавонони то 20 сола тими миллии наврасони кишварамон бо дастаи Ӯзбекистон рақобати худро мусовӣ кард. бозӣ бо натиҷаи 1-1 ба анҷом расид. ҳисобро дар дақиқаи 89 ҳамлагари мунтахаби наврасони Тоҷикистон Беҳрӯз Хуҷаев боз кард. бозгаре ки айни замон дар майдон мебошад, яъне дар нимаи аввал дар ҷараёни бози имрӯза ӯро ба майдон ворид карданд стоди мураббиёни тим. вале шогирдони Раҳматулло Фузайлов дар дақиқаҳои охир пирӯзии худро аз даст доданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳамла. имконият хуб метавонист пайдо шавад, вале бозам бебарор ин ҳуҷум поён ёфт. хуб як партоби дигар, имконият барои зарбазанӣ аст. кани зарба ягон кас зарба намезанад. дар рафти мо рақобат довари марказӣ Араб Бараги Амир аз кишвари Ирон ба дарвозаи тими мо пеналти таъин кард.
که در نتیجه آن دسته ازبکستان تناسب رو برابر کرد 1-1. از هیئت منتخب ازبکستان محمد علی اوریمبویف پنالتی زد و پنالتی خود را با گل انجام داد. ارسال بعد داخل جریمه‌گاه. هجوم نوبتی بازیکنان ایران پرتاب به کنار و این حالت را برطرف کردن توانستیم. هجوم نوبتی ضربه از فاصله دور زده می شود. این هم در نتیجه صدگذاری برطرف می گردد. بازیگر ما اینجا در زمین خوابیده است که آسیب هم برداشت. شاید با کمک دکتران هم نیاز داشته باشد. این برکت الله نعمت الله زاده است که کمی آسیب برداشت، با کمک دکتران نیاز پیدا کرد و این زمان به کمک میرساند. حمله نوبتی بازیکنان ایران. ارسال با کنار. توپ در اختیار عباس کاهریزی. بعدا کوشش یوسف مزرایی و همه این به برای جنب بس می شود. مجبور میگردند بازیکنان ایران تا از سری نو حمله خود را شروع کنند. ضربه اینجا با طرف دروازه مجرا کرده شد ولی به برار جنبست گردید. کوشش نوبتی پرتاب با داخل جریمه‌گاه اجرا می شود با کنار میدان خیخترش. از کنار با داخل جریمه‌گاه توپ رسانیده می شود. ارسال نوبتی بازم کوشش های نوبتی اونجا دیده می شدند ولی همه اونها به برار جنبست گشتند.
تغییرات دوستان ارجمند اینجا از میدان فوتبالبازی رقم 12 گرفته می شود. این هم باشد شهبان نعیموف است و ابوبکر سعیدوف تحت رقم 11 به میدان می آید. تو بازی را اندک گردان کند و رفته اون را بهتر نماید. مثال با مرکز میدان کامبیناسیون خیلی خوبی بازیکنان ایران، ولی در پاس اخیر اینجا اشتباه دیده شد. پس به خط حمله و رضا میرزویان از پا در زده شد. قاعده بازی ماز برزیده و ویران گردید و با جمشید زاده کارت زرد نشان داده می شود. دیلوور جمشید زاده در نوار تکرار مشاهده میکنیم که او چگونه بازی کرد و با چه خاطر کارت زرد به او نشان داده شد. پرتاب با داخل جریمه گاه دروازه‌بان نتوانست در کوشش اول توپ را بگیرد. رسالی نوبت اجرا می شود و اینجا توپ را میگیرند بازیگران ایران. پس به موقع ضربه زنی ضربه زده می شود ولی توپ آنقدر دور نمی رود. هجوم ادامه دارد. پس به کنار اینجا قاعده بازی ویران کرده شد. بله مشاهده گردید که فرهاد امیری قاعده بازی را بر مقابل فوتبالبازی رقم 11 دسته ایران علی اصغر شیخ الاسلامی ویران کرد. عباس کهریزی در نزد توپ، وضعیت استانداردی ارسال انجام داده می شود و فراموش نمیکنیم که دروازه‌بان اساسی منتخب نورسان کشور یعنی شاگردان رحمت الله فضلف یا 17 یا خود بازیگران تا 17 ساله که در همین چمپیونات کاف تا 20 ساله شرکت می‌ورزند کارت سرخ گرفت، یعنی دو کارت زرد گرفت. با همین سبب او از میدان رانده شد و همچنین ابوبکر سلیمانوف هم و بعد از انجام بازی از میدان رانده شد. ضربه به خط هجوم بازیگر رقم 10 در منتخب ایران رضا میرزویان بسیار برآمد اولی کرده شده است در همین مسابقه. برای مثال او در رقابت با ترکمنستان که در بازی دور چهارمین چمپیونات کاف بین این دسته بازی برگزار شد دوبل کرده بود. نخستین بازی برای فوتبالبازان کشور ما برای U17 در چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی بین دسته‌های جوانان تا 20 ساله در دور دوم بود، یعنی از بازی دور دوم شروع گردیدند. معلوم است که 5 دسته شرکت می‌ورزند و در یک دسته از بازی خالی میماند. توجه میکنیم به این هجوم سر اول که با قاعده کنی به انجام میرسد و کارت زرد
همچنین نشان داده شد به بازیگر کشوری ما به بلال بابایف. و دسته نورسان تاجیکستان U17 تحت رهبری رحمت الله فضلوف در نخستین بازی خود در مسابقه با تیم افغانستان بازی کرد و ما رقابت را مساوی انجام دادیم، 1-1 اون دیدار به انجام رسید. پرچم چون هر وقت پرشان بود در همان بازی هم همین طور، ولی بازیگران ما نتوانستند غلبه به دست دارند. در رفت همان رقابت مسرور غفوروف حملگر دسته ما در دقیقه 28 حساب را کش شد، ولی در آغاز قسم دوم امین همایون از دسته توپ 20 های افغانستان حساب را برابر کرد و بازی با نتیجه 1-1 به انجام رسید. ضربه به طرف دروازه و توپ اینجا بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. برای دسته ایران مهمترین رقابت در بازی دور یکم صورت گرفته بودند و در همون بازی منتخب ایران با ازبکستان بازی کرد. جالبی کار در همین که باز دوبل کرد در همون رقابت هم رضا میرزایان بازیگر رقم 10 که هم به دروازه ترکمنستان دوبل کرد، هم به دروازه ازبکستان دوبل کرد. به دروازه ما 1 گل زد و این زمان 1 اسیست در حساب خود دارد. کوشش کرده ایسا دستا به دروازه دسته ما هم دوبل کند. موضوع حساب را کوش شد به گل مراجعان کاملوف جواب گردان. رضا مرزایان در نیمه اول هنوز حساب را باز به نفع منتخب ایران بلند کرد، ولی بعدا محمد علی اورینبایف و نریمان جان احمد جانف توانستند 2 گل به ثمر برسانند و غلبه منتخب ازبکستان را در همان دور تضمین بدهند. همه غلبه خیلی مهم برای نتیجه نهایی همین مسابقه گردید و اون رقابت در ورزشگاه تالکارن در همین میدان صورت گرفته بود. پرتاب به داخل جریمه گاه. در بازی دور دوم در همین مسابقه افغانستان تاجیکستان بازی کردند، ترکمنستان با ازبکستان. ایران از بازی خالی بود در رقابت های دور دوم و افغانستان تاجیکستان را گفتیم که بازی را مساوی انجام دادن 1-1. بازی تاجیکستان برای تاجیکستان بازی یکمین بود، چون که در بازی دور یکم ما از بازی آزاد بودیم. گفتیم ازبکستان ایران و ترکمنستان افغانستان بازی کردند و در بازی دیگری دور دوم غیر از افغانستان و تاجیکستان اونجا ترکمنستان و ازبکستان بین هم رقابت کردند. فوتبالبازان ازبک با دروازه ترکمن ها 9 گل روان کردند و با حساب 9-2 بازی را به انجام رساندند. قربان محمد حسینوف دوبل کرد در همون بازی. اینجا ضربه به طرف دروازه اجرا کرد، چون ضربه قوی بود ولی دروازه‌بان ایران به خطا این ضربه را برطرف کرد. دوبل کرد قربان محمد حسینوف از هیئت منتخب ترکمنستان، ولی او تنها 2 گل زد. بازیگران ازبک باشند 9 گل زدند. نورلان ابراهیموف، علی جان بیک مرادوف، عبدالغفور حیدروف، مراجعان کاملوف، بازم عبدالغفور حیدروف، بازم عبدالغفور حیدروف، بازم مراجعان کاملوف، بازم عبدالغفور حیدروف با زدن گل ها دست یافتند. اونجا عبدالغفور حیدروف حتی چهار گل زد. تغییرات نوبتی در هیئت دسته ما. از میدان گرفته شد بازیگر رقم 18 اوریان مهری نوردین و به جای فوتبالباز رقم 17 شیرزاد قهاروف به میدان آمد.
معلوم است که پیش از آغاز مسابقه، یعنی مسابقه که از 21 تا 28 برگزار شدهش در نظر بود، پیش از آن روز 20 می نشست مطبوعاتی برگزار شد. سرمربی منتخب نوارستان تاجیکستان یوهبده رحمت‌الله فضلов انتظاری خود را از چمپیونات کاف 2023 U20 ابراز داشت. و از جمله اشاره نمود که چمپیونات کاف یک مرحله مهم آمادگی دسته ما به قسم نهایی جام آسیا 2023 می باشد. فراموش نمیکنیم که همین بچه ها، همین بازیگرانی که این زمان ما در میدان میبینیم، بازیگران تا 17 ساله هستند و اونها منتخب ما را، اونها دقیق‌ترش کشور ما را در مسابقه فراخوروی در مرحله فینالی چمپیونات آسیا نمایندگی خواهند کرد و شرف فوتبال میهن را حمایت خواهند کرد. و البته رحمت‌الله فضلов در برابر این اشاره کرد که میتوان گفت که این آخرین سنجش قوه پیش از چمپیونات آسیا در تایلند خواهد بود. ما در چمپیونات اساتید فوتبال آسیای مرکزی 4 بازی میکنیم. هم رقیبان خیلی خوب و سزاوارند. کوشش میکنیم که نمای خوب نشان بدهیم. خب تیاری ما از ماه ینور آغاز شد. در جام روش 2023 در مینسک شرکت کرده جای سیم را گرفتیم. ماه مارس در عربستان سعودی مشغولیت تعلیمی گذرانیدیم. قریب همه بازیگران در یک دسته بخش ایثار که شامل لیگ یکم تاجیکستان است برآمد میکنند. در آغاز موسم ما در لیگ یکم 4 وخوری گذراندیم که در آنها 2 غلبه به دست آورده، 2 وخوری دیگر مساوی کردیم. وظیفه اساسی ما در جام آسیا 2023 در تایلند با موفقیت برآمد کردن است. در اول باید در مرحله گروهی خوب برآمد کنیم، سپس برای یکی از راه خطای چمپیونات جهان 2023 مبارزه بریم. برای رسیدن به هدفهای خود تمام کوشش را به خرج میدیم. این سخنهای رحمت‌الله فضلov در نشست مطبوعاتی قبل از همین مسابقه بود. وضعیت معمولی به نفع بازیگران ما. فرهاد امیری پرتابی به داخل جریمه روان می شود. اینجا دروازه‌بان ایرانی اولین شده به توپ رسید. و در صحنه تکرار می‌بینیم که چگونه از سر وقت دروازه‌بان همین وضعیت را برطرف کردن توانست. و دروازه‌بان منتخب ایران کمک رسانیده شد و اکنون او از جا بالا می شود، می تواند بازی را ادامه بدهد. پرتاب به داخل جریمه، گل، ضربه به طرف دروازه و گل است دوستان ارجمند. ما توانستیم به صدر گل مشرف بگردیم. این تنها گل یکم ماست. کوشش خواهیم کرد تا گل های نوبتی را هم به ثمر برسانیم. گل را بهروز خوجایف به ثمر رساند. او زید ذخیروی به میدان وارد گردید. مخلصان خیلی شاد و مسرور هستند. اونها برای دیدن گل ها، برای دیدن بازی زیبا آمدند و اکنون شاهد گل فوتبالبازان نورس کشور ما گردیدند. خاطر رسانی میکنیم که این بازیگران همه زیر 17 ساله هستند. خیلی خوب جایش خود را اجرا کرد. بهروز خوجایف با سر توپ را وارد دروازه رقیبان کرد.
بازیگر رقم 16 به ما نشان داده می‌شود. این فوتبالباز نه به میدان آمد. علی چسیمانتاج فوکولویی. خب بازیگری که به میدان آمد او کاپیتان دسته را عوض کرده بود. خب اینجا کارت زرد میگیرد بازیگری ما، بازیگر رقم 6 شریفگان سعیدوف که با کارت زرد جزا داده می شود. برای همین قاعده عنوان کنه که این زمان می توانید در لحظه تکرار آن را بار دیگر متوجه شوید. وضعیت استاندارد به نفع بازیکنان کشور ایران. از این موقع میتوان ضربه به طرف دروازه اجرا نمود. نه ضربه البته برای ضربه زدن خیلی دور است ولی پرتاب را اجرا کردند. ارسال نوبتی ارسال با داخل جریمه گاه. اینجا توپ از اوت پرتافته شد. موقع ضربه زنی نداده ایستادند فوتبالبازان ما با بازیگران کشور ایران. اگر کوشش کنند جهت تکاپو و تلاش بنمایند بازیگران 17 ساله مملکتمان آنها امکانیت دارند تا به زدن یک گل دیگر مشرف گردند و بعدا البته اندیشه در مورد گل غلبه آور هم کنند. ضربه به طرف دروازه با این وضعیت را برطرف کردن توانست سری وقت. تو باید برآورده شود. بله و در خط هجوم کوشش های حمله‌گری ما حالا نوبتی ضربه زده می شود به طرف دروازه. این جاویدان خوشوقتوف بود که چنین ضربه را اجرا کرد. کوشش خوب ولی توپ نادرست رفت. پس با خط هجوم
بعد از گلی که فوتبالبازان ما به ثمر رساندند مشاهده می شود که کوشش‌های فوتبالبازان ایران بیشتر شدند. آنها پای بردند که فوتبالبازان ما می توانند دروازه آنها را بازم رخنه بگردانند. توپ با داخل جریمه‌گاه میتوانیم با عکس العمل گذاریم. وضعیت خیلی خوب با بلال بابایف پاسیو ارسال با کنار امکانیت است موقع است برای فوتبالبازان ما. پاس با کنار از آنجا ارسال با داخل جریمه‌گاه ضربه و گل. آفساید متاسفانه آفساید. بهروز خوجایف ضربه زده توپ را وارد دروازه نمود ولی آفساید گرفته می شود. آفساید کنی در کجا بود آفساید؟ نه عذر دوستان، آفساید نه. اونجا گفته شد که توپ از میدان بیرون گردید. آفساید دقیقاً نبود. یگان خیلی آفساید نبود. الان در همین حالت خیلی مهم است توپ را دیدن که بیرون از میدان شد یا نه، وگرنه گل حلال بچه‌های ما را حساب نکردند. در فرصتی که از کنار ارسال انجام داده شد مزرعه از میدان گرفته شده است. طلوین وارد میدان می شود با جای تحت رقم 18 معدی رهبری طلوین. کوشش نوبتی بازیگران ما بلال بابایف در کنار پس باقی با جاویدان خوشوقتوف توپ را به کنار راست می رساند. الان می شود که بازی کردن. همین مسابقه یک مرحله خیلی خوب آماده شوی البته با مرحله فینال چمپیونات آسیا با حساب می روند. خود رحمت الله فضایلوف هم در همین باره اشاره کرد و در تایلند که مسابقه خیلی نزدیک اومده شده است ماه ژوئن مسابقه در تایلند برگزار میشد. اینجا آفساید نبود. 100 مرتبه دیگر ببینیم آفساید نه، اما گپ سر میدان چی میرود در همون فرصتی که توپ در همین حالت توپ از میدان بیرون شد یا نه. انا در همون حالت و ملازم است توپ را دیدن که اون بیرون از میدان گردید یا نه. آفساید البته نبود. این به یگان شک و تردید. و دوباره از کنار هم در همین باره او بیرقچه خود را برای همین هم بالا کرد که توپ از میدان بیرون شده بود. به میدان فوتبالباز رقم 20 ارمان امادی وارد می شود. سراسیمه از میدان فوتبالباز رقم 23 سعید میرشفیعی گرفته می شود، یعنی کنار راست اونجا که نظام بازیگران ما خیلی زیاد توسط همان کنار به هجوم رفته ایستادند اون را قوی تر می کند سمربی دسته علی دوستمیر، یعنی یک بازیگر دیگر را به میدان وارد می گرداند در همین موقع. ارسال با داخل جریمه‌گاه امکانیت برای ضربه زنی. اوت به نفع ما. ارسال انجام داده می شود و اینجا موقع ضربه زنی را پیدا کردن خیلی مشکل است. ضربه زده می شود. ضربه به فوتبالبازی رقیب می رسد. او در نتیجه صدگذاری توانست این ضربه را برطرف سازد. ضربه کنجی ارسال انجام داده شد به داخل جریمه‌گاه. ضربه و توپ اینجا بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود.
در خط دفاع باید هرچی بهتر بازی کرده شود. اینجا کوشش کرد رضا میرزایان. اکنون به حمله بازیگران ما متوجه میشوند. در مرکز میدان قطع میگردد متاسفانه. حمله نوبتی. اینجا کوشش های بازیگران کشور ایران دیده می شوند و از دروازه، بله توپ از دروازه است. پس به خط حمله هجوم نوبتی بازیگران ایران. پس به خط هجوم رضا میرزایان بازم توپ را قبول میکند. این نوبت توانستند خیلی خوب توپ را بازیگران ما از نزد پایهایش بگیرند. حمله نوبتی پس به داخل جریمه‌گاه. حمله نوبتی پس با عقیب و اینجا توسط مرکز هجوم جریان دارد. ارسال حاجی عبدالمنان به داخل جریمه‌گاه. توپ را با خیلی عالی بقوی نکنه توپ را گرفتند بازیگران ما. پس با کنار فرهاد امیری ارسالی و به نزد جریمه‌گاه. بازیگران کشور ایران این وضعیت را برطرف میکنند و بازم توپ را میگیریم. برکات الله نعمت الله زاده پاسیو توسط کنار. هجوم ما ادامه دارد. پس با عقیب کمی رفتی هجوم کویشوف بروز حجایف بود که از پا افتید و عکس العمل بازیگران کشور ایران را متوجه میشویم که اینجا خود بازی ویران نگردیده است. خود بازی را اگر ویران کرده باشد بازیگر ایرانی آن را ویران کرد. حاجی عبدالمنان پرتاب به داخل جریمه‌گاه و کوشش های نوبتی بلال بابایف ضربه به طرف دروازه و اینجا توپ برآورده می شود. توپ خیلی بلند پرید در همین فرصت هنگامی که بلال بابایف میخواست آن را درست‌تر قبول کند. خب 4 دقیقه زم کرده می شود با وقت اساسی قسم دوم رقابت.
حاجی عبدالمنان پس به عقیب. ارسال به کنار. اینجا ضربه به خط هجوم. اینجا در پس دادن اندکی خطا دیده شد. بازیگران کشور ایران می توانستند توپ را بگیرند، به هجوم خوفناکترین گذارند، ولی بعدا این اشتباه جبران کرده شد و باز هم رضا میرزایی مبارزه بسیار عالی این فوتبالباز و خود بازی را ویران کرد. دوباره به نزد این فوتبالبازان میآید تا هر دو رام کند، هم بازیگر ما و هم بازیگر ایرانی را. و مشاهده میکنیم که چه حالت رخ داد، چگونه اینجا بازی کرده شد بر مقابل فرهاد امیری. ضربه از فاصله دور. خیلی کوشش خوب کرد شیرافگان سعیدوف، ولی ضربه زده بازیگر مذکور پهلوتر از دروازه از میدان بیرون شد. مخلصان تو خیلی ایستادند در ورزشگاه تا بازی را تماشا بنمایند، از آن حلاوت برند و بها گذارند بازیگران زیر 17 ساله مملکت ما را. آنها را از پیش مسابقه بسیار مهم چمپیونات آسیا انتظار است. در همین سن و سال ما نتیجه بهترین داریم در تاریخ فوتبال میهن، یعنی برآمدن به فینال زینه دوم در چمپیونات آسیا بین نوجوانان تا 16 ساله. چنین نتیجه به قید گرفته شد و بازیگران ما توانستند تا فینال روند و بر مقابل ژاپن در فینال با حساب 1-0 باختند. و همون نسل بازیگران بهترین کشورمان هم فتولایف نوردین دورانوف، سمر شازهورف و دیگر فوتبالبازان نامدار که شما هم البته آنها را میدانید، بعضیشون بازی کردند، بعضیشون از فوتبال دور رفتند. خلاص اون فوتبالبازانی که در چمپیونات جهان هم شرکت کرده برای فوتبال میهن بسیار، برای هر یک مخلص فوتبال میهن بسیار یک خاطره نیک را ماندند. اونها در همین سن و سال سر اول در چمپیونات آسیا به نتیجه خیلی خوب رسیدند. قاعده بازی ویران کرده شد، الکی توپ وارد بازی گردید، اما دوباره اشاره میکند که باید از همان دفعه که قاعده بازی اونجا ویران کرده شد از همونجا باید توپ وارد بازی گردد. و در نمار تکرار میبینیم که چگونه اینجا به قاعده بانکنی بازیگران ایران راه دادند. حمله بازیگران ما پرتاب به داخل جریمه‌گاه، ضربه کنجی است و خلاص. 4 دقیقه که دوباره زمکران هم به انجام خود رسیدند. وضعیت معمولی دروازه‌بان هم با داخل جریمه‌گاه رقیب می رود. پرتاب با داخل جریمه‌گاه اجرا کرده می شود. ضربه به طرف دروازه، امکانیت تا حالا وجود دارد. یک پاس دیگر، ارسال با داخل جریمه‌گاه. و این وضعیت اکنون برطرف می شود. ضربه به خط هجوم و با همین دوباره صداشک خود را بلند میگرداند. دوستان ارجمند، بازی بین دسته های تاجیکستان و ایران با حساب
یک بر دو به انجام میرسد از هیئت منتخب ایران. همین بازیگر رضا میرزاییان توانست یک گل کند و یک اسیست به نام خود مور بزند. خوب گل دوم را عباس کاهرزی به ثمر رساند. از فوتبالبازان ما یگانه گل را بیروز خوجایف به نام خود مور زد و همین طور بازی با حساب یک بر دو به انجام رسید. اینجا در ورزشگاه تالکو آرینا مراسم جایزه سپاری هم برگزار خواهد شد. مراسم جایزه سپاری خوب چمپیونات کافا. بعد از چند لحظه البته باز برمیگردیم تا بهترین ها رو اینجا مشاهده کنیم کدام بازیگران بهترین شدند و البته اون دستای جایزه دار که صاحب جایزه خود میشوند، یعنی ازبکستان، ایران، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان که در این مسابقه شرکت کردند. البته اینجا بیشتر از همه به دستایی که مقام‌های اول، دوم و سوم را گرفتند جایزه و تقدیم میشوند. به لحاظ بهترین این رقابت میتوانیم متوجه شد و بعد از چند لحظه به مراسم جایزه سپاری برمیگردیم.
خب دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال، همکنون مراسم جایزه سپوری چمپیونات کاف بین جوانان تو 20 ساله که در اون منتخب U18 از ازبکستان، U17 از تاجیکستان و از دیگر کشورها شرکت کردند با انجام رسد. دقیق‌تر اون چمپیونات به انجام رسید البته و مراسم جایزه سپوری همکنون آغاز یافت و ما در این مسابقه جای سوم رو گرفتیم و در رفت گزارش هم اشاره کرده بودم که اگر ما برای ایران غلبه میکردیم زینه دوم رو مال خود میکردیم، اما در صورت مساوی یا باخت ما جای سوم رو در این مسابقه نصیب ما میگردید. و البته در مراسم جایزه سپوری اینجا هم جایزه مخصوص هم جایزه برای فیر پلی در برابر این بهترین نشانزن و بهترین بازیگر داده می شوند از جانب مسئولان مسابقه که در مراسم جایزه سپوری همچنین البته خوب باز نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال مملکت دلشاد جورزاده شرکت دارد. او به واسطه همه جایزه را تقدیم کرده ایستاده است و این زمان رضا میرزایان که این فوتبال البته در مسابقه مذکور بهترین بازی را نشان داد. در رقابت با دسته ما هم توانست خود را خیلی خوب نشان میدهد و برآمد عالی داشته باشد. امروز او خوب هم گل زد و هم اسیست را به نامش مهر زد و او توانست البته جایزه بهترین نشانزن را در مسابقه مذکور مال خود بنماید و همکنون باز از منتخب ازبکستان دعوت کرده می شوند برای گرفتن جایزه خود. بهترین فوتبالباز دوستان ارجمند از هیئت منتخب ازبکستان می شوند و همین طور جایزه ها 4 جایزه انفرادی که بودند اونها صاحبان خود را پیدا کردند، یعنی جایزه مخصوص، جایزه برای فیر پلی، جایزه بهترین نشانزن و جایزه بهترین فوتبالباز که اکنون همه آنها صاحبان خود را پیدا کردند. خب مقامداران زینه سوم فوتبالبازان کشور ما می شوند، فوتبالبازان تاجیکستان. اینها هم بازیگران زیر 17 ساله هستند. ما از آنها ماه نوبت، یعنی در ماه یون در چمپیونات آسیا بین نورسان تا 17 ساله شرکت خواهند کرد. دسته منتخب نورسان مملکت ما در این مسابقه اگرچه نتوانست زینه یکم زینه دوم رو بگیرد، امکانیت بود برای گرفتن زینه دوم و زینه سوم نصیب ما میگردد در این چمپیونات کاف. همکنون همه اون بازیگران ما مدال های برنجی را با گردن می آویزند. هر یکی از آنها کوشش کردند در بازی امروز، امکانیت بود تو حتی کامبک رو هم بینیم، یک گل هم به ثمر رسانیده شد. اونجا بسیار لحظه بحث برانگیز بود که تو از میدان بیرون نشد. خلاص اگر اونجا گل هم زده میشد در صورت حساب 2-2 هم ما زینه دوم رو نمی گرفتیم، تنها غلبه با ما زینه دویم میداد، باخت و مساوی زینه سوم. نتیجه بد نیست، البته این اشتراک در چنین مسابقه ها این یک تجربه خیلی خوب برای کلی فوتبالبازان نورس میهن میگردد. از همه مسابقه مهمترین از پیش انتظار است بازیگران نورس کشور را، یعنی فوتبالبازان 17 ساله مملکت همون را که در کشور تایلند آنها در مسابقه چمپیونات آسیا برای نورسان شرکت خواهند کرد. خب مقامداران زینه دوم اکنون دعوت کرده می شوند برای گرفتن مدال های نقره مسابقه. فوتبالبازان کشور ایران هر یکی از آنها همکنون جایزه خود را به دست میارند، مدال های نقره خود را به گردن میآویزند. بعضی در دست میگیرند، بعضی به گردن میآویزند. مدال نقره نصیب فوتبالبازان کشور ایران میگردد. بازی مهم برای آنها در رقابت‌های دور یکم بود بر مقابل کشور ازبکستان. همیشه در مسابقه‌های کاف همین دو منتخب در همه سن و سال، حتی در فوتزال و حتی در
чемпионатҳои кафа байни бонувон ҳам ҳамин ду кишвар ҳамеша мубориза барои зинаи ифтихорӣ, барои зинаи якум мубориза ҳамеша байни Ӯзбекистон ва Эрон ҷараён дорад. дар баъзе аз сину сол Эрон ҷои якум мегирад, дар баъзе сину соли дигар Ӯзбекистон. дар ҳамин сину сол яъне чемпионати кафа байни ҷавонони то 20 сола ном дорад. дар он на ҳамаи дасту яъне 20 сола ҳастанд. барои мисол мо гуфтем ки аз кишвари мо мунтахаби 17 солао инҷо ширкат мекунад, аз Ӯзбекистон 18 солао ва ҳамин тавр аз кишварҳои дигар ҳам. و اکنون لحظه مهمترین منتخب ازبکستان دوستان ارجمند دعوت کرده می شود در چمپیونات کاف بین جوانان تا 20 ساله از فوتبالبازان کشور ازبکستان توانستند نتیجه بهتری را نشان بدهند و از آنها در مسابقه مذکور قهرمانی را مال خود کردند. هر یکی از آنها مدال های طلایی خود را میگیرد و بعدا البته با کاپیتان جام هم تقدیم کرده می شود و با همین چمپیونات کاف بین جوانان تا 20 ساله در کشور ما رسما به انجام میرسد. سطح چنین مسابقه و چنین چمپیونات ها روز تا روز در کشور ما بیشتر شده ایستادند و چمپیونات های کاف بین بانوان بین سن و سال گوناگون خیلی زیاد هستند. باعث خوشبختی است که همکنون چمپیونات کاف بین منتخب‌های اساسی هم برگزار می شود و منتخب ما می تواند با دسته‌های پرقوت‌ترین اسیای مرکزی مبارزه به امان برد و نتیجه‌های عالی را به دست دارد. قبلا گفته می شد که منتخب روسیه هم شرکت خواهد کرد، ولی منتخب روسیه از شرکت در مسابقه مذکور دست کشید. یعنی روسیه در چمپیونات کاف نخواهد بود، اما کشورهای دیگر خواهند بود. چمپیونات یعنی مسابقه کاف خیلی و خیلی عالی جریان خواهد داشت. به بودن روسیه هم اون در سطح عالی البته که برگزار خواهد گردید. بازیگران نورس کشورمان یعنی فوتبالبازان 17 ساله باشند. ماه نوبتی در تایلند مبارزه خواهند بود، کوشش خواهند کرد تا شرف فوتبال میهنمان را در کشور تایلند در چمپیونات آسیا در سطح عالی حمایت بنمایند. خب همکنون تنها جام مانده است و جام سپرده می شود با کاپیتان خب منتخب ازبکستان و جام را میبینیم که اینجا دلشاد جورازاده می سپارد. خوب جام بلند می شود. منتخب ازبکستان در چمپیونات کاف بین جوانان تا 20 ساله قهرمان می شود در ورزشگاه تالکو آرینای کشورمان. این مسابقه اکنون رسما به انجام میرسد. کل فوتبالبازان نورس کشور ازبکستان با این قهرمانی تبریک و تهنیت میگوییم. حتی در کشور آرژانتین هم این حال بچهای نورس و جوان این کشور نتیجه عالی را نشان داده ایستادند. خلاص کل مخلصان فوتبال کشور ازبکستان را تبریک و تهنیت با این غلبه خیلی و خیلی خوب، زیبا و دیدنی میکنیم. با شما همینجا خیر خوش میکنیم. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.